صادر شده است. من با شما شریک میکنم و به خوانش میگیرم. بسم الله الرحمن الرحیم. بیانیه حامیان هشتمین دور مسابقات اکادمی بورسه فجر و مناسبت سومین سالیاد رهبر شهید استاد عبدالعلی مزاری رحمت الله علیه. فرارسیدن سومین سالیاد شهادت شهید والامقام رهبر فرزانه و شهید وحدت ملی استاد عبدالعلی مزاری رحمت الله علیه را حضور همه شما شیفتگان و عاشقان آن اسوه مردانگی تسلیت و تعزیت عرض می‌نماییم. اینک بار دیگر در آستانه سومین سالیاد شهادت شهید پیشوای جریان عدالت‌خواهی، برابری و وحدت ملی کشور استاد عبدالعلی مزاری رحمت الله علیه قرار داریم. یکی از رازهای ماندگاری و محبوبیت بی‌مانند مزاری بزرگ در میان مردم و بخصوص ملیت‌های محروم و تحت ستم این بود که او از معدود شخصیت‌های جامعه افغانستان بود که دیدگاه سیاسی خویش را با محرومیت تاریخی هزاران و سایر اقوام تحت تبعیض پیوند زد و با طرح شعار من می‌خواهم هزاره بودن دیگر جرم نباشد و صورت بسیار هدفمند ریشه‌های تاریخی تبعیض سیستماتیک علیه هزاره ها را نشانه گرفت و روحیه خودباوری را در میان اقوام تحت ستم و بخصوص هزاره ها زنده کرد. او در اوج تاریکی اندیشه ها و روش ها خواسته های اساسی را برای جامعه مطرود و بیچراغ مطرح کرد و مشعلی شد که تمام ملیت های محروم و تحت ستم با خودباوری و همدیگرپذیری با الگو قرار دادنش راه عزت و سربلندی خویش را جستجو نمایند. بابا مزاری بزرگ با غروب خویش سرفصل زندگی تازه‌ای شد که در آن ادبیات، اندیشه و نگاه تازه به نسل بیدار و آگاه امروز هزاره هدیه داده است. با احترام حامیان هشتمین دور مسابقات اکادمی بوکسینگ فجر و مناسبت سومین سالیاد رهبر شهید استاد عبدالعلی مزاری رحمت الله علیه، هر یک محمد جعفری مقیم آلمان، الیاس و خانومش مقیم سویدن و عزیزالله جعفری مقیم کشور استرالیا. با احترام گرامی که در قسمت برگزاری این برنامه سهم فعال داشتند. همکنون مسابقه رسما آغاز خواهد شد.